شازده میرزا حسین قلی خان افشار از فرانکفورت. قلی جان روی خط هستید. درود. علیک. دوست عزیز صداتون رو میشنویم. بگو جانم. دوست عزیز کیه؟ تو به چه رعیت قد پررو رفتی به ما میگی دوست؟ ببخشید قربان، چی باید بگم؟ الله شد. همین قربان بد نیست. اعلی حضرت بگی که دیگه بهتر. شما هم از خاندان سلطنتی هستین؟ بس چی؟ اسم و فامیل رو ندیدی مگه؟ چرا ولی فکر کردم همینجوری. نه خیر، اصلا هم همینجوری نیستش. ما نوه مرحوم نادرشاه افشار و آخرین بازمانده سلسله افشاریه یا. به به، چه افتخاری نصیب ما شده. فقط فرمودی از فرانکفورت تماس گرفتید؟ فرمودم. چو کاره؟ هیچی، آخه خیلی لهجه دارید. متاسفانه لهجم خیلی آلمانی رفته. خودم هم ناراحتم. ولی خب نیست که جد ما خدا بیامرز پایتختشان مشهد بوده بره همین دیگه، ما هم سعی میکنیم که لهجه ما رو حفظ کنیم. حالا یک سوالی داشتم از این خانزاده. میخواستم ببینم بره این حمایتشان از رضا پهلوی چند میگیرن. همور ما 2 برابر بهشان بودم از ما حمایت کنن. برگردم تاج و تخت ما رو پس میگیرم. ببخشید شما فکر کردید همه چی فقط پوله؟ یعنی چیزای دیگه هم بهت میدن؟ نه خیر آقا، بنده به خاطر پول از ایشون حمایت نمی کنم. اصلا پول چیه؟ گور پدر سوخته پول، گور پدر مادر هرچی پوله، توف به هرچی پوله. اصلا من نه آقا، میخوام بگم من شازده به این با جنمی ندیدم. واسه اینه که ازتون حمایت میکنم. همین. جنم چیه؟ حالا خوبه باباش از ایران در رفته ها. در نرفتن آقا جان، کشور رو ترک کردن. ترک کردن دیگه ها؟ بله آقا، حالا کم سریع و با عجله بود ولی بالاخره ترک کردن. نگاه خانزاده راستش بگو، این شاهزاده سلجوقی بی ارزه بهت گفته پیشنهاد ما رو قبول نکنی؟ عذرخواهی میکنم، شاهزاده سلجوقی هم داریم مگه؟ بابا، طغرل 65 نوشته طغرل سلجوقی از بازمانده های همون سلسله میخه برگرده پادشاه بره، ولی کور خوانده. جالب شد. پس ما چه همه شاهزاده داریم. اونام فرانکفورت هم؟ طغرل که ولی سلطان شروین غزنوی و سلطان کامبیز خوارزمشاه هنوز کارای اقامتشان درست نرفته. و وقت شطرنج هم که اصلا ریجک رفت فعلا تو ترکیه مانده. ببخشید ایشون کی هستن؟ آخرین بازمانده خاندان هخامنشیه دیگه. حالا ولکوی حرفاره. خانزاده قبول میکنی یا نه؟ نه آقا جان، بنده به شاهزاده خیانت نمی کنم. ما که میدونم شما به چه سوسولای تهرونی دردتان چیه. شما نمیخین مشهد پایتخت بره، ولی فردای براندازی که مشهد پایتخت رفت بره یک قاشق شله التماس کردن و بهتان ندادم، مفهمه کتن کیه. ای بابا،